بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق خواهر گرامی بفرمایید. منم گپ زدنی بدم. بفرمایید صدای شما داره پخش میشه خواهر گرامی. شما آقای انصاری؟ انصاری هستم و صدای شما در برنامه زنده داره پخش میشه. بفرمایید. وای برادر برای همین شیعه گفتنی بدم. بفرمایید. بفرمایید. به همین وای همین شیعه ها میدونن که در تاجیکستان چه حدیثه رفته است. بله. میدونن که همین چه زندگی میکنیم. اومده میگم به همین موقعی که دیستیانده مورا شیعه میخوان کنن. یک چیز میخوام فهمونده هوای را هیچ نمیفهمم شرک بیاریشون. درست. الحمدلله در تاجیکستان هم فهمید که شرک می آوردن اینقدر خرافات و بدعت که در موقع تاجیکا در آمده بود ایرانی هوایی بود. درست. الحمدلله حوزی ای برادرای پیدا شدن که مثل شما باری رفتن خوندن عربستان و جاره آمدن حقیقت دمو آوردن. ما فهمیدیم شرک پرستی بیورست. چیزا گفتنی بدم. در همین چند سالی که ما در همین چیزی را روسا بودیم ما اینقدر از دین از خداوند همه چی دور بودیم. ما میدونستیم که ما باید نماز بخونیم یکی نمیدونستیم درجه نماز. ما خداوند میدونستیم که درجه خداوند نمیدونستیم قدرتش. ما از قیامت میدونستیم نمیدونستیم یکی درجه هاش ما نمیدونستیم. من یک چیز حیران میشم حالا که وایو میگن که از حسین علیه رضی الله اومدیان شما شیعه گفته چی وایو با شرک این ما در یک مدتی کوتاه ما فهمیدیم که باید ما شرک نبیاریم به خداوند. درست. الحمدلله خواهر گرامی. قدر چیز میبیارن. الحمدلله که الله سبحانه و تعالی بیدار کرد. شیعه ها همین گفاگر زننده که او مدتی نشده که در تاجیکستان ما اسلام سخت و پیش روی رفته باشه. او کم همین مدت شده. نه که الحمدلله در تاجیکستان به حد آدمو پیش رویشون و شده گرده اسلام. من حالا در حیران میشم در چی و یا چون مسلمان میگن و یا ای مسیحی و فرقیت ندارن. مسیحی هم خود متاسفانه تماس خواهر گرامی از تاجیکستان قطع شد. من یک نکته مهمی رو اینجا اشاره کنم. ایران به تاجیکستان کمک میکنه، مراکز فرهنگی ایجاد میکنه، مدارس، دانشگاه، رفت آمد، کمیته امداد خمینی. ایران داره به فلسطین کمک میکنه. بله ما داریم فلان میکنیم، سازمان جهاد موشک میدیم، این اون. هدف چی از این کمک ها؟ برای رضای خدا میدن اینو؟ فی سبیل الله دارن میدن؟ به اینکه مستضعفای دنیا رو کمک بکنن بر علیه ظلم و ستم طواغیت؟ نه والله، به خاطر خدا نمیدن. شاید بگید که آقا انصاری شما چی دارید میگید؟ جمهوری اسلامی، ولی امر مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای، این همه دارن کمک میکنن برای مسلمان ها، این برای خدا نیست؟ نه کمکشون به فلسطین، نه کمکشون به تاجیکستان، نه افغانستان، نه کشور، نه یمن، نه بحرین. کمکشون برای هوای نفس خودشون است. کمکشون برای اون اعتقادات باطلشون است که میخوان در بین مردم پیاده بکنن. حرف من نیست. احمد جان نشون بده. دبیر کل حزب الله ایران. عنوان خبر این است که رئیس جمهور بعدی باید روحانی باشد. این قبل از جریان انتخاب آقای روحانی و اینا، حالا تعجب نکنید، منظورش هم این روحانی نیست، منظورش یعنی آخوند باشد. سید محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران. تاریخ خبرم دوشنبه 13 اسفند سال 86 است.
در شبکه اینترنتی آفتاب و دیگر سایت ها پخش شده بود که ما تونستیم از همین سایت عکس بگیریم. بقیه رو پاک کردن بعد از اینکه ما در یکی از برنامه‌ها چند سال قبل اینو نشون داده بودیم. میریم پایین‌تر، مطالب زیادی نوشته اینجا. احمد جان نشان میده در مورد حزب الله و خطراتی که تهدید میکنه ایران و مسائل جریانات اصولگرا و اصلاح طلب و این مسائل. این نکته اینجا هست، میگه بیفزود این همه از سازمان‌های آزادی بخش حمایت کرده ایم، اما چه نتیجه‌ای برای ما داشته است. اگر به فلسطین کمک می‌کنیم باید بدانیم فلسطین باید در طریق اهل بیت باشد و اگر در طریق اهل بیت نباشد چه فرقی با اسرائیل می‌کند؟ تا چه وقت سفره ملت ایران پهن باشد و ملت ایران گرسنه باشند؟ توجه کردید؟ اگر فلسطینی ها شیعه نشند فرقی با اسرائیلی ها ندارن. یعنی چی؟ الان اهل سنت در فلسطین فرقی با اسرائیل نداره برای اینا. ظاهری که داد از کمک و حمایت میزنن اهداف پشت پرده است. اهداف چی است؟ که اینا رو شیعه بکنن. کردن، تعدادی رو شیعه کردن، یک گروه جداگانه از اهل سنت ساختن، چند بار اینا رو به جان هم دیگه انداختن، جریانات توهین به صحابه و اهل بیت و این مسائل مطرح شد و کلا ساز مستقل دارن میزنن به همون اندازه‌ای که برای حماس مثلا اسرائیل داره مشکل ایجاد میکنه. این کسانی که شیعه شدن در غزه اینام دارن مشکل ایجاد میکنن و ایران داره به قوت از اینا حمایت میکنه، حزب الله داره از اینا حمایت میکنه. هدف چیه؟ شیعه کردن مردم فلسطین. ولی اگر اینا شیعه نشن فرقی با اسرائیل ندارن. این آقا دبیر کل حزب الله ایران است. من تحدی میکنم که بیاد انکار بکنه این حرفشو. بیاد انکار بکنه، بگه این حرف رو نزده. اگر در تاجیکستان داره ایران شیعه میکنه تاجیک ها رو، در زیر نام کمک به سیل زدگان و کمک به مستمندان و کمیته امداد امام و مدرسه و دانشگاه و نمیدونم فرهنگ مشترک، یکی از حیله های بزرگ اینا چیه؟ فرهنگ مشترک فارسی و نمیدونم از این حرفا که مردم رو فریب بدن. هدف چیه؟ هدف شیعه کردن. بعد از اینم که شیعه کردن مانند عراق و یمن و کشورهای دیگه به جان هم دیگه میندازن. یمن بیش از 1000 سال شیعیان زیدی در کنار اهل سنت مثل برادر زندگی کردن. یک مورد ما نداریم که این گونه که امروز به جان هم دیگه افتادن به جان هم دیگه افتاده باشن، بلکه از ائمه بزرگوار اهل سنت مانند امام شوکانی از شیعیان زیدی بودن. لعن صحابه، توهین به حضرت عایشه، این مسائل رو ندارن. اینا رو چیکار کردن؟ بردن ایران، در قم بدرالدین حوسی و اینا رو، فرزندانش رو و اتباعش رو، اینا رو شیعه اثناعشری کردن. بعد اینا رو مسلح کردن، آموزش نظامی دادن، فرستادن یمن. امروز ببینید وضعیت یمن. هر جایی که دستهای اینها رسیده مسلمان ها به جان هم دیگه افتادن.